درود به همه عزیزان. ما بارها وقتی با مسلمان ها صحبت کردیم، مسلمان ها ادعا میکنن که اسلام بهترین دین است، بهترین اعمال در اسلام نهفته شده است و اسلام هست که آمده انسان ها را کنار همدیگر جمع کنه و همزیستی بیاره و یک جامعه را به صلح و ثبات برسانه. ولی زمانی که متون دینی رو باز میکنیم همچین چیزی را نمیبینیم. برعکس ما میبینیم که جامعه ها را طبقه بندی میکنه، انسان ها را طبقه بندی میکنه و انسان ها را از همدیگر دور میکنه و زمانی که دور میشه و هم مفکوره آنها نباشه میگه شما برین جهاد کنید و آنها رو بکشین. بهترین عمل در اسلام جهاد هسته. حدیث صحیح البخاری 15-19. یک دینی که بهترین عملش بعد از اینکه هم مفکوره شدیم جهاد هسته، چطور میتونه به یک جامعه صلح بیاره؟ چطور میتونه به یک جامعه همزیستی بیاره؟ این حال شما خودتان فکر کنید. من میایم میگم که هر کس هم نظر افشین باشه، بهترین عملش اینه که برین شب خون بزنید. آیا میتونه این نظر من منطقی و انسانی باشه؟